کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوروغ آغاز گردید. با افتخار استقبال سزاوار پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کوچه و خیابان‌های مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ ادانه آراسته شده. خرد و بزرگ ولایت با احترام خاصه، آغوش گرم، چهره کشاده و روح بالیده، شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی، رهبر خیرات پیشه و بنیادکار و انسان دوست و رعیت پرور خویش را صمیمانه استقبال گرفتند. هنگام حرکت سرور دولت محترم امامعلی رحمان از کوچه ها از هر یک گوشه شهر آواز دف و سرود و موسیقی شنیده می شد. ضمن یک صحبت صمیمی و سریراهی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با ساکنان مهمان نواز، اهل ضیا و مردم سربلند و زحمت‌دوست ولایت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آنها را با جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی و با دستاوردهای ارزنده مهنتی تبریک و تهنیت گفتند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در رفت صحبت گرم و صمیمی با آنها درباره اقدامات شایسته و سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان، مساعدت بر رشد و پیشرفت و شکوفایی دوردست‌ترین منطقه‌های کشور به خصوص شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، تطبیق لایحه‌های ارزشمند بهره ترقیات بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت، بنیاد راه‌ها و پل‌ها، نقب‌ها، مکتب‌ها، مؤسسه‌های تندرستی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، منزل‌های استقامتی، تأسیس جای‌های کاری، زندگی شایسته، تأمین امنیت دولت و ملت و آرامی و آسودگی مردم اندیشه‌رانی کردند. امروز ما ده‌ها انشاءات دیگر با استفاده می‌کنیم. باز انشاءات‌های دیگر راه‌ها را بنیاد کردیم. قریب خوروغ در آمده ایستادیم. شما دیدین از درواز گشتیم. از درواز تا روشان شروع کردیم 100 کیلومتر. حالی لایه کردیم از روشان خوروغ بعد 100 کیلومتر 70 کیلومتر از خوروغ اون طرف 200 کیلومتر. انشاءالله وای میشه. مردم سپاسگزاری ولایت مختار کوهستان بدخشان سرور دولت محترم امامعلی رحمان را خیر مقدم گفته برای همه تلاش‌ها و تشبس‌ها تأمین زندگی شایسته اهالی کشور آباد و زیبا و پیشرفته اظهار سپاس به پایان نمودند.
دریای